سلام، وقت بخیر. میخوام بگم که مایع کاشخ چیه، چجوری درستش میکنن، چجوری مصرفش میکنن. مایع کاشخ رو این صیادا میگیرن، نمکسودش میکنن، خشکش میکنن، نمکسودش میکنن. هم مصرف خوراکی داره، وقتی که کاملا خشک شد به این صورت شد خیلی مقویه، اصلا مصرف دارویی هم داره. برای پاک کردنش خیلی راحته. اینکه وقتی خشک شده این قسمت کلهش رو راحت جدا میشه، این شکمش هم کلا خالی میشه چون تلخه، بعد گرفته شه. وقتی قشنگ پاک شد مثل چیپس با آب لیمو یا آب قوره دیگه، بستگی مزاج شما داره. این استفاده میکنین خورده میشه، خوراکی هستش، خیلی هم خوشمزه است. به غیر از این به عنوان تومه لنسر هم استفاده میشه. اینکه خشکه، وقتی داخل آب میره چون نمکسود خشکه خیلی طعم داره، بو داره، باعث میشه مایع جمع بشن و تومه رو بگیرن. داخل قلاب میره، یه 4-5 رو به قلاب میزنن، به این صورت استفاده میکنن. این میشه مایع کاشخ.